صدرالدین محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی، معروف به صدرالمتألهین یا ملا صدرا، حکیم و فیلسوف تاثیرگذار ایرانی، در حدود سال 980 قمری در شیراز به دنیا آمد. او علوم نقلی را نزد شیخ بهایی و علوم عقلی را از میر داماد آموخت. ملا صدرا که در حکمت الهی به مدارج عالی رسیده بود، به دلیل دشمنی‌های بسیار در ده کهک قم گوشه‌نشین شد و به تفکر و عبادت پرداخت. چند سال بعد ملا صدرا به دعوت الله بردی خان برای تدریس در مدرسه خان شیراز به زادگاهش برگشت. او در آنجا مکتب حکمت متعالیه را بنیان نهاد و شاگردانی همچون ملا حسین فیض کاشانی را تربیت کرد که بعدها داماد او شد. گویند روزی ملا صدرا مهمان خانه دامادش در کاشان بود. در راه پسر جوان عاشقی را دید که برای محبوبش که روی بام در حال تکاندن فرش بود شعر می‌خواند. ملا صدرا به گریه افتاد و گفت: این همه خودم را عاشق خدا می‌دانم، اما تا به حال با این حال و صفا با او سخن نگفتم. گویند روزی ملا صدرا کنار حوض آب درس می‌داد. به شاگردانش گفت: آیا کسی می‌تواند ثابت کند در این حوض آب هست؟ همه ساکت شدند. ملا صدرا با دست به شاگردان آب پاشید و آنها خودشان را جمع کردند. حکیم گفت: همین حس خیس شدن بالاترین دلیل است. از آثار شاخص او میتوان به شرح اصول الکافی، الاسفار و الشواهد الربوبیه اشاره کرد. این حکیم فروتن که به گفته امام خمینی رحمت الله علیه فخر شیعه بود، سال 1050 قمری در مسیر بازگشت از 7مین سفرش به خانه خدا در بصره درگذشت.